از اینکه وارد سامانه جامع تجارت شدین، توی نقش جاری نوع نقشتون رو مشخص میکنید. حالا یا شما به عنوان یک شخص بازرگان دارین ثبت نام میکنین یا به عنوان یک شخصیت حقوقی، شرکت یا هر چیز دیگه‌ای. توی این قسمت که وارد شدین، عملیات و رتبه‌بندی مالی رو بایستی انتخاب کنید. وارد این صفحه میشین، این صفحه لینک میشه و روی سامانه جام صورت‌های مالی همینطور که تو صفحه میبینید کانکت میشه. به این دلیل که ما حسابرس هستیم، آیتمایی که برای ما باز میکنه متفاوته. اما در حالت کلی شما تنها کاری که بایستی انجام بدین اینه که شرکت ها رو انتخاب کنین. بعد از اینکه شرکت ها رو انتخاب کردین، ادمین یا مدیر عاملتون رو که اسم این قسمت پایین ظاهر میشه رو کلیک میکنین و وارد سامانه جام صورت‌های مالی میشین. توی این قسمت اگر صورت‌های مالی رو انتخاب کنین، شما لینک میشین روی یک سایت دیگه‌ای و این صفحه برای شما نمایان میشه که در یک کلیک سالهای مالی مورد نیازتون رو انتخاب کنین. بعد از اینکه این عملیات رو طی کردین، شما به راحتی توی سامانه جام صورت‌های مالی و سامانه جام تجارت ثبت نام کردین. دیگه هیچ حسابرسی بهتون زنگ نمیزنه که خانم یا آقای فلانی شما هنوز تو سامانه جام تجارت ثبت نام نکردین.